دستگاه هم برای ساخت لباس آیرومن تمام زورشو زده بود و دیگه نمیتونست، پس باید یه دستگاه جدید میگرفتم. پس رفتم شرکت خفن هگزاگون تا دستگاه جدیدم و با خودم به خونه بیارم و بقیه پروژه رو با این دستگاه بزنیم. اولین ماسکو باهاش زدم. و اینم از دستگاه کریالیتی های بعد از تقریبا 2 هفته تست پرینت و چک کردن کامل دستگاه. میخوام بهتون بگم که چه نقاط قوتی داره. یه توضیح کوتاه راجع به این دستگاه بهتون بدم. همین اول ابعاد چاپ 26 در 26 در 30 سانت ارتفاع رو داره. دوربین هوش مصنوعی با قابلیت ضبط تایم لپس و اینکه خودش اگه ایرادی داشت متوجه بشه و بهتون اطلاع بده و همینطور راحت بتونید باهاش کنترل از راه دور داشته باشید به وسیله وصل کردن این دستگاه به وای فای. نازل های تمپ با قابلیت چاپ تمام متریال های بازار که یعنی شما میتونید ASA باش بگیرید، ABS و متریال های سخت که به درد کارهای صنعتی میخورن. کاملا جمع و جور با لرزش کم و سر و صدای کم. حالا بریم تخصصی تر بررسیش کنیم. کار بزرگ با این دستگاه زیاد زدم، مثل فیس یه ابرماسک آیرومن که میبینید ظرافت لایه‌ای رو و پای آیرومن که هیچ خطایی توی این دو نسخه چاپ وجود نداره. این جزئیاتی که روی این دوتا نسخه دیدین ضعیف ترین کیفیتی بود که میشد روی این دستگاه گذاشت، یعنی 300 میکرون. ضخامت لایه واقعا پایینی داشت و فاصله لایه ها از هم بیشتر میشه و لایه ها باید زشت به نظر برسه که خب اصلا اینطوری نیست و همون ظرافتشه که میذاره اینا زیبا به نظر برسه. این هم یه نسخه شمشیر کریتوسه که ما اینو زدیم روی ضخامت لایه 1/10 یا همون 100 میکرون. دیگه شما کاملا مشاهده میکنید که اصلا یه دونه لایه مشخص نداره. اینه که ما اینجا زدیم بتونه است چون چند تیکه پرینت شد و با اینا ما درزا رو میگیریم، وگرنه کیفیت چاپ فوق‌العاده‌ای داره. این دستگاه وال آرت پرینت کردم که بفهمم که دقت لایه گذاری لایه اول این دستگاه چقدره، چون وقتی که عملیات لولینگ و تراز صفحه رو انجام میده لایه اول خیلی نقش مهمی داره که با دقت کنار هم چیده بشه و قشنگ باشه. این تاپ کاره و این هم لایه اول که کاملا ظرافتش مشخصه به نسبت وال آرت های قدیم که با یه دستگاه دیگه زدم که حالا مشکلم داشته، ولی باز به تمیزی این نمیشه اگر ما این وال آرت رو بخوایم روی دیوار قرار بدیم. با این دستگاه پرینت سنگ هم داشتم که یه 10-12 تا از این سنگا کنار هم زدیم که بازم دقت لایه‌ای مشخص بشه که واقعا بی‌نظیر بود و من به شدت کیف کردم از این دقت. بعد از دقت این دستگاه که الان خیلی بهش اشاره کردیم، حالا میخوایم بریم راجع به سرعت دستگاه صحبت کنیم. این پای آیرومنی که من زدم این با این دستگاه قبلیم ویتری کی ساخته شده و این با کریالیتی هایی که الان دارم ساخته شده. این حدوداً 8 ساعت طول کشید و بهتون بگم که این سرعت رو من رو بالاترین سرعتی که میتونست بزنه گذاشتم که ببینم چطور کیفیتی رو به من تحویل میده، که بجز این که یه مشکلات ریزی اینجا داشته باشه اونم به خاطر اینکه چاپ واقعا نهایت ارتفاع بود و اگر این نباشه، این سفیده نباشه، این نهایت ارتفاعی بود که دستگاه من میتونست بزنه و خب چون دستگاه دیگه هم کنارش روشن بود میشه گفت که لرزش‌های اونا باعث شد که آخرای کار یه ایراداتی ایجاد کنه، ولی برای شروع و پایان کار توی ضخامت لایه 300 میکرون فوق‌العاده عمل کرد. نقاط قوت این دستگاه: رابط کاربری آسون و ساده، کم سر و صدا بودن دستگاه، استفاده محورهای نرم توی این دستگاه که کیفیت چاپتون رو 2 برابر میکنه نسبت به دستگاه معمولی، سر و صدای کم به نسبت نسخه‌های قبلی که صدای هواپیما میدن، قابلیت چاپ چند رنگ که با گرفتن پک کمبوش میتونید تا 4 رنگ پرینت بگیرید و هرچی این پک کمبو رو بهش اضافه کنید میتونید 8 رنگ 12 رنگ همینطوری هی اضافه کنید که خب حالا صرف اقتصادی و ایناشو بعداً میتونم بهتون توضیح بدم یا اگر خود هگزاگون که اسپانسرمون رو بپرسین راهنماییتون میکنن که ببینید میخواید کمبو بگیرید یا نگیرید. وقتی صحبت از یه دستگاه خونگی میشه خیلی مهمه که دستگاه کم سر و صدا باشه، برای اینکه شاید خیلی‌ها با خانواده‌شون زندگی کنن، خیلی‌ها جاهایی باشن که نباید پرینتر سر و صدای زیادی داشته باشه. این دستگاه برای این نوع انتخاب بی‌نظیره. من الان فن رو روشن میکنم، شما صدای فن رو ببینید. این نهایت صدای دستگاه، یعنی صدای فناشه که 2 تا فن همزمان با هم روشنه روی قدرت 100%ش.
تازه توی دوربین معمولا 3 برابر صدای این ضبط میشه. یعنی الان شما بیاید اینجا کنار این وایسید، به نظر من که با دستگاه دیگه کار کردم اصلا صدایی نداره. بریم سراغ دستگاه قبلیم تا کامل بهتون بگم منظورم چیه. صدای فن این دستگاه رو گوش کنید. حالا مجدد همین فن. نکته منفی توی سر و صدای این دستگاه تنها این بخشه که توی چاپ 4 رنگ خیلی به چشم میاد. زمانی که میخواد رنگ فیلامنت رو عوض کنه از اینجا فیلامنت رو میندازه بیرون که الان من دارم داغش میکنم که یکم اکسترود کنه که وقتی میخواد این اصطلاحاً پوپ رو بندازه بیرون شما صداش رو گوش کنید. که زیادم اونطوری نیست که آدمو آزار بده، ولی خب اگر زیاد باشه میتونه اذیت کننده باشه اگر خیلی بخواد زیاد رنگ عوض کنه. الان با هم ببینیم. رفت برای بار دوم که یه بار دیگه هم این کار رو انجام بده. من خودم 3 تا دستگاه دارم و با کلی دستگاه دیگه هم کار کردم و میتونم بهتون بگم که بهترین انتخابیه که شما میتونید برای شروع داشته باشید. هم میتونید نسخه 4 رنگش رو بگیرید که کارهای رنگی باهاش چاپ کنید که خب اونم باز باید برین بررسی کنید ببینید آیا به کارتون میاد. اگرم نمیاد به صورت تک رنگ هم این دستگاه فوق العاده است. کاملا راحته، میتونید همین روزی که میارید خونه دیگه ازش استفاده کنید. هیچ دردسری هم برای شروع کارتون نداره و واقعا گزینه فوق العاده ایه. حتی اگر شروع هم نمی‌کنید چند تا دستگاه هم دارید یا یه دونه دارید، این دستگاه میتونه مکمل خوبی باشه که کنار دستگاه دیگه‌تون بذارید و لذتشو ببرید. واقعا از کیفیتش نمیتونم دیگه چیزی بهتون بگم. این دستگاه رو اسپانسر خفن ما یعنی شرکت هگزاگون برای ادامه پروژه آیرونمن به ما هدیه داده که این پیج و سایتشونه. لینکشون رو دقیقاً توی دیسکریپشن میذارم که میتونید اقدام به خرید کنید و بهترین دستگاه رو با بهترین قیمت‌ها ازشون تهیه کنید و با مشاوره صادقانه و کامل بدونید که چه دستگاهی به درد کاری که میخواید انجام بدید میخوره. اگرم توی کار با دستگاه به مشکل خوردید، خدمات پس از فروش عالی دارن که هم میتونن مشکلات فنی دستگاهتون رو برطرف کنن، هم اگر به مشکلی خوردید توی نرم افزار یا حالا هر چیزی سوالی ازشون داشتید میتونن راهنماییتون کنن. در کل که بهتون پیشنهاد میکنم اگر این پرینتر رو برای شروع میخواید حتما بخرید، اصلا شکی نکنید چون واقعا بی‌نظیره و این حرف من نیست. هر کسی که این دستگاه رو بررسی کرده و باش کار کرده میدونه که این دستگاه چقدر فوق العاده است. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. لایک این ویدیو یادتون نره، کامنت بذارید برامون، چنل منو ساب کنید و تا یه ویدیوی دیگه منتظر من باشید. خدا نگهدار.